بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند خوبی ها و خداوندی که همه نعمت ها رو به ما عنایت کرده و در رأس همه نعمت ها نعمت تندرستی رو. عرض سلام مخصوص دارم خدمت شما بینندگان عزیزی که در کسوت مربیان آموزش کمک های اولیه در خدمتون هستیم و برای هرچه پربارتر شدن شیوه های تدریس شما و غنی شدن سطح کلاس آموزشی شما در ارتباط با جزئیاتی در چگونگی تدریس کمک های اولیه در خدمتون داریم مطالبی رو بیان میکنیم و اجازه بفرمایید که در جلسه امروز اصول آموزش پانسمان رو در خصوص چگونه تدریس کردنش در واقع با شما صحبت کنم و جزئیاتی رو در این زمینه به عرض و سمع شما برسانم. خدمتون عرض کنم که یک اصطلاحی است که شما از اوائل تقریبا درس کمک های اولیه، یعنی از اونجایی که مبحث خونریزی شروع میشه تا تقریبا پایان مباحث کمک های اولیه مکرر به گوش فراگیر میخونید و اون این که میگید مثلا اگه زخم خونریزی داشت جلوی خونریزیشو میگیرید بعد پانسمانش میکنید، میایید میگید تو زخما این کارو میکنید اون کارو میکنید بعد پانسمانش میکنید، میایید تو سوختگی ها میگید پانسمانش میکنید، میایید بانداژ تعریف کنید میگید که بعد از اینکه پانسمان کردیم حالا بانداژ میکنیم. این پانسمان چی آخه؟ این برای من و شما که مربی هستیم ملموسه و میفهمیم که پانسمان یعنی چی، ولی اون فراگیری که الان برای اولین بار هست که در کلاس شما حضور پیدا کرده او فقط واژه پانسمان رو شنیده ولی ماهیت و کیفیت پانسمان رو نمیدونه. این بود که من در خلال جلسه گذشته ابتدا آمدم و یک کیف کمک های اولیه رو، جعبه کمک های اولیه رو خدمتون معرفی کردم و در داخل این کیف به وسایل و ابزار و داروهای مورد نیاز برای کار پانسمان اشاره کردم. دوستان من، این اشتباه رو در ذهن فراگیر ایجاد نکنید که فراگیر تصور کنه با این مقدار اطلاعاتی که شما در خصوص پانسمان در اختیار او میگذارید حالا اون مجوز داره و اجازه پیدا کرده که هر جا هر نوع زخمی رو دید اقدام به پانسمان اون کنه. یه نکته حائز اهمیت و قابل توجه در اینجا ذکر این نکته مهم هست در واقع که من باید بگم خیلی از فراگیران دروس کمک های اولیه چون فکر میکنن که پانسمان رو بلدن گاهی اوقات پانسمان های ثانویه رو هم اقدام به تعویضش میکنن. یه پانسمان اولیه رو یه پزشک در یک سرویس درمانی انجام داده، حالا مثلا توی اتاق عمل یا توی بیمارستان انجام داده، بیمار رو مرخص کردن به منزل بردن. حالا من فکر میکنم چون که در کلاس کمک های اولیه درس پانسمان رو یاد گرفتم حالا من اجازه دارم که روی این زخم جراحی بعد از یک عمل ارتوپدی رو من تعویض پانسمان کنم. یا فکر میکنه که حالا میتونه یک زخم سوختگی رو خودش به تنهایی در خونه پانسمان کنه. نه، این درس اصلا درسی است که ماهیتش کمک های اولیه است. فراگیر شما این نکته رو خیلی خوب باید بهش بفهمونید و او واقف به این قضیه بشه. حالا اجازه بدید که من آغاز بکنم کار عملی پانسمان رو ضمن توضیحات عمومی که خدمت شما تقدیم میکنم. سپس درخواست خواهم کرد که یکی از دوستانم در کنار من حضور پیدا کنند تا من بتوانم جزئیات بیشتری از موضوع پانسمان رو خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کنم. پانسمان رو شما در دو حالت ممکن انجام بدید. یه وقت هست که زلزله شده، سیل اومده، رانش زمین اتفاق افتاده، یک حادثه جمعی رخ داده و در یک شرایطی که پر از گرد و غبار و آلودگی هست در محیطی که شما اونجا قرار گرفته اید میخواید یک پانسمان رو انجام بدید که از دیدگاه ما علل قاعده پانسمان کمک کننده اولیه جایگاهش همینجاست. توی خونه دارید یک کار صنعتی میکنید، یکی از اعضای خانواده مشغول یک کاری هستند، یه رخدادی موجب بروز یک زخم میشه و حالا در نتیجه میخواید یک پانسمان بکنید تا رسیدن به پزشک. این رو به فراگیر باید خوب بفهمانید. تا رسیدن به بیمارستان اگر خواستید پانسمان کنید این گونه پانسمان میکنید. در اجرای پانسمان عرض کردم که شما یا از یک کیف کمک های اولیه ممکن استفاده کنید و یا اینکه از یک مجموعه وسایل مخصوص پانسمان که اصطلاحاً بهش ست پانسمان گفته میشه بهره بگیرید. کلمه ست
منظور مجموعی از ابزار و ادوات و وسایل مورد نیاز برای یک کار در یک سیستم بسته‌بندی شده هستش که بهش میگیم ست. حالا این ست پانسمان رو شما در شرایط امدادی میتونید ازش بهره بگیرید، شرایط امدادی که توانسته ایم این گونه امکانات رو از طریق سیستم های هدایت کننده در منطقه عملیات حاضر کرده باشیم. شاید شما در منزل فراگیرتون این ست رو نداشته باشه، ولی شما مربی عزیز باید این ست رو بشناسید و نحوه به کارگیری وسایل اون رو به فراگیرتون خوب آموزش بدید. در این حال وسایل موجود و امکانات به اصطلاح از پیش تعیین شده در کیف کمک‌های اولیه هم میتونن کار پانسمان رو برامون هدایت کنن و من حالا در به اصطلاح خدمت شما این یک پانسمان رو با جزئیاتش انجام میدم تا ببینیم که مطلب رو تا کجا میتونیم ادامه بدیم. خب در ارتباط با موضوع پانسمان چند نکته اولیه رو باید مد نظر بگیریم. فراگیر باید بدونه که پانسمان باید در جای انجام بشه که گرد و غبار و باد و طوفان و امثال اینها در محیطی که در پانسمان صورت میگیره وزش نداشته باشه. حالا ممکنه شما بگید که شما چند لحظه پیش میگو حوادث پس بعد پانسمان کرد. بله میگیم این حرف رو، ولی بهتر این هست که مصدوم رو به یک نقطه امن منتقل کنیم، مثلا در زیر یک چادر امدادی جمعیت هلال احمر که اونجا برپا شده مصدومین رو اونجا منتقل کنیم و توی یک همچه فضای نسبتاً بسته‌ای کار پانسمان رو آغاز کنیم. نکته دومی که باید فراگیران شما در ارتباط با پانسمان بدونن اینه که حتما برای اجرای هر پانسمان یا قبلا باید دستها رو به مدت 10 دقیقه با آب ولرم، صابون و برس شستشو داد. برس برای نوک ناخن‌ها و زیر ناخن‌ها و آب ولرم و صابون هم که خب کل دست رو باش میشوریم از نوک انگشتان تا بالای ساعد. سومین نکته که پیش از آغاز پانسمان بسیار مهمه باز اینه که در زخم‌های وسیع پانسمان کننده حتما ماسک بزنه، چون بعید نیست که در نتیجه یک عطسه، یک سرفه، یک تکلم بیجا ذراتی از بزاق انسان به داخل زخم بریزه و این خیلی خطرناکه. شما دیدید که همکاران ما و تیم‌های پزشکی در اتاق‌های عمل و هنگام جراحی از ماسک استفاده می‌کنند. یکی از رهاوردهای ماسک همین است که این ترشحات احتمالی که از دهان ممکنه توی زخم بریزد رو کنترل میکنه. نکته دیگری که پیش از پانسمان باید به اون اندیشید آماده کردن کامل وسایل هست. نمیشه شما پانسمان رو شروع کنید وسط کار لنگ بمونید. همیشه یک کمک کننده خوب کسی است که ابزار و وسایل کار خودش رو پیش از آغاز عملیات یک بار دیگه مرور کنه و چک کنه و همیشه در مسائل امدادی همیشه این حالت چک کردن رو مد نظر داشته باشه اون امدادگر. آخرین نکته‌ای که پیش از آغاز یک مان بسیار مهمه که باز به اون توجه داشته باشیم بررسی و موقعیت زخمه. اصلا این زخم رو ما اجازه داریم پانسمان کنیم یا نداریم؟ شاید گاهی اوقات وسعت زخم، شرایط خاص بیمار و دیگر مسائل جنبی در تصمیم گیری روی نحوه پانسمان برای کمک کننده اولیه واقعا مطرح باشه. پس برادر مربیم، خواهر مربیم، این مطالب رو خوب خودت میفهمی و به تناسب فراخور ذهن و دریافت فراگیرانتون متناسب البته به اونها القا میکنید و بهشون آموزش میدید. حالا من میخوام یک پانسمان رو انجام بدم. قطع نظر از این که هنوز من زخم‌ها رو برای شما نگفتم، فراگیر شما هنوز زخم‌ها رو ممکنه خوب نشناسه، در اجرای پانسمان بهترین راه آموزش اول تعریف پانسمانه. یعنی شما وقتی میخواید پانسمان رو تدریس بکنید با یک تعریف کارش رو شروع میکنید. تعریف ساده پانسمان اینه: شستشو. یعنی چی شستشو؟ یعنی استفاده از نورمال سالین یا سرم فیزیولوژی برای شستن گرد و غبار و خاک و گل و گچ و این چیزهایی که به هر حال توی موضع زخم وجود داره. پس شستشو و ضد عفونی نمودن. ضد عفونی یعنی چی؟ یعنی تمام عوامل میکروبی، ویروسی، قارچی و هر آنچه که زمینه عفونت رو در یک زخم ممکنه به وجود بیاره اینها رو از بین بردن. به این عمل میگن ضد عفونی. پس شستشو، ضد عفونی، حالا که میکروب ها رو از بین بردیم، و گذاشتن یک پوشش استریل روی زخم رو بهش میگیم پانسمان.
شما اگه شستشو داده باشید زخم رو، ضد عفونی کرده باشید زخم رو، اما روی اون رو نپوشانید، چون در منطقه آسیب هستید، همه ارزش های شما زائل خواهد شد و کار پانسمان در واقع نیمه خواهد بود. پس این پوشش استریل رو روی زخم میگذاریم که این تداوم استریل بودن زخم در واقع تا مدتی که به پزشک برسیم ادامه پیدا کنه. حالا نکته قابل توجهی که باز اینجا ذکر اون رو من لازم میدونم حتما بیان کنم این هست که در بررسی که روی زخم میخوایم انجام بدیم با عنایت به این تعریف، باید خیلی چیزها رو ببینیم، خیلی نکات رو مد نظر داشته باشیم. اینکه زخم خونریزی داره یا نداره، اینکه زخم درش یک جسم خارجی است یا نیست، اینکه زخم توأم با یک سری ضایعات جانبی و مثل شکستگی، قطع شریان، قطع تاندون، قطع عصب و امثال اینها همراه است یا خیر، اینکه زخم کجای بدنه، سر، کف دست، روی پلک، کف پاست، کجاست، و نکته مهمتر این که این مصدوم چند سالشه، بزرگساله، میتونه طاقت بیاره، خردسال، دست و پا میزنه و مزاحم کارمون میشه. اینا همه رو باید به هر حال شما به نوعی به فراگیر بگید تا اون نسبت به تصمیم گیری در اجرای پانسمان خودش پیش بینی های لازم رو مد نظر داشته باشه. و به لحاظ همین مطلب هست که حالا میایم و روی نتیجه پانسمان یا اهداف پانسمان فراگیر رو آموزش میدیم. سوال میکنیم که به نظر شما دوستان فراگیران چرا ما یک زخم رو باید پانسمان کنیم؟ باز طبق همون روالی که در جلسات پیش خدمتون گفتم، گوش کنید به پاسخهای بچه ها، یکی یکی ازشون سوال کنید. اونهایی که اول داوطلبند اونها اجازه بدید که صحبت کنن و سپس اونهایی که معمولا در کلاس سکوت دارن اونها رو به فعالیت‌های کلامی وادار کنید تا اون حالت گوشه‌گیری و انزوا و احتمالاً خجالتی بودن اونها رو به این شکل آرام آرام و کم کم زائل کنید و اونها رو همراه با کلاس بکنید. خب بچه‌ها پاسخ‌های مختلفی رو به شما میدن، چرا که اینها انواع پانسمان‌ها رو ممکنه دیده باشن و کاربرد پانسمان رو در هر زخمی شاید آگاه باشن و این پاسخ‌ها رو باز روی یک تابلو می‌نویسید، احترام برای پاسخ دهنده قائل میشید. وقتی که این پاسخ‌ها رو همه رو دریافت کردید از کلاس، حالا میایید از میان اونها شایسته ترین و کامل ترین و صحیح ترین گزینه ها رو انتخاب میکنید و در واقع ادامه درس رو از زبان خود بچه ها به خود بچه ها میدید و این موجب میشه که شما در کلاستون متکلم وحده نباشید. الان برای خود من که دارم این درس رو اجرا میکنم در محضر شما و در تلویزیون، برای خود من خیلی دشواره، چون من مخاطبی ندارم که پاسخ سوالات من رو بده و من دارم یک جانبه از طریق این دوربین با شما ارتباط برقرار میکنم، ولی در عین حال باز احساسم اینه اگر من الان شما رو در کنار خودم به شکل جسمانی احساس نمی کنم، ولی مطمئن باشید که قلبم به یاد شما میتپه، مطمئن باشید که شما رو دوست دارم و آرزو میکنم که شما هم در زمره مربیان امداد و نجات نقش کلیدی در این قضیه مهم رو تو این کشور ایفا کنید. خب خواهش میکنم یکی از دوستان اگه لطف کنن در کنار من قرار بگیرن، تشریف بیارید تو این قسمت، از اینجا تشریف بیارید. متشکرم، خسته کار نباشید. انشالله که از این برنامه خود شما هم استفاده بکنید. این جلو بشینید که دوستان تصویربردارمون راحت‌تر بتونن روی تصاویر کار کنن. نکته خیلی حالا البته این باز دیدگاه منه ها، این ذهنیت در شما حالا یک ذهنیت غلط فکر نکنید که ایجاد شده باشه. من برداشتم اینه و تفکرم اینه که باید کسی رو که میخوایم پانسمان کنیم حتما اون رو بخوابانیم. پدیده مرموز شکر رو فراموش نکنید. نگید این آقا این شاخ شمشاد حالا میخوام کف دستش رو پانسمان کنم، دیگه چیزی نیست که، خب این بالای پیشانی اون یک کم زخمه، بابا حالا اینو میخوایم پانسمان کنیم، این که چیزی نیست که. این چیزی نیست ها رو خیلی جدی بگیرید. یا دیدید که با ریختن بتادین روی یک انگشت طرف شوکه شده افتاد، به همین راحتی که من گفتم. پس حالا به لحاظ اونچه که باید در تصاویر شما قشنگتر ببینید، اجازه بفرمایید که من مصدوم خودم رو در حالت ایستاده اقدام به پانسمان کنم. میام
با توجه به اون چه که در قاعده پانسمان عرض کردم، کیف کمک های اولیه رو آماده کار پانسمان میکنم. در ارتباط با این قاعده باز کردن کیف و آماده کردن یک بار دیگه مرور میکنم که اون چه رو که نیاز دارم آیا حاضر است یا حاضر نیست. من این کیف رو در خدمت شما و در منظر دید شما این شکلی نشون میدم که ببینید تمام ابزار و وسایل مورد نیاز پانسمان من در اینجا حاضر هستند. یه بحثی که وجود داره در بحث کمک های اولیه این مطلب هست که اگر چنانچه ابزار و وسایلی که الان شما نیاز دارید، مثلا این پنس، مثل این پنست، مثل این قیچی، اگه اینها این شکلی تو کیف کمک های اولیه باشن آن استریل محسوب میشن. خب طبیعی است که نمیشه از اینها به شکل مستقیم در زخم استفاده کرد. اگه واقعا در شرایط اضطراری و در پهنه‌های حوادث با یک همچین شرایط مواجه شدید، دو سه کار رو میشه کرد. یک کار اینه که یک شیشه سس رو تمیز بشورید، خوب بخشکانید و در درون این شیشه سس تا نیمه هاش از یک ماده آنتیسپتیک قوی استفاده بکنید. اگر هیچی پیدا نکردید لااقل الکل 70 درجه طبی بریزید توش و این وسایل رو در این محیط شناور کنید، اما به این شرط که لولای این وسایل دیگه شناور نشه. یعنی شما تا این مقدار از پنس رو یا قیچی رو میتونید تو اون مایع قرار بدید، ولی دسته های اون رو بیرون از این مایع بگذارید. اگه چنانچه این وسایل رو در درون همچه ظرفی گذاشتید، حالا موقعی که از اینها میخواید استفاده کنید باید طوری از داخل این شیشه این ظروف رو ببینید، مثلا حالا ممکنه ظرف فلزی باشه یا ظرف شیشه‌ای باشه، تفاوتی نمیکنه. این وسایل رو از داخل این ظروف که توش یک ماده آنتیسپتیک ریختید باید یکی یکی طوری خارج کنید که این جزئیات رو رعایت کنید. اولا نوک این وسیله به دسته وسیله مجاور خودش نخوره، چون این آن استریله، این استریله. این یک مطلب. مطلب دومی که مثلا وقتی شما قیچی رو از داخل این مایع شستشو دهنده خارج کردید یا پنس خودتون رو از داخل این مایع ضد عفونی کننده خارج کردید، مادامی که به این پنس احتیاج دارید باید سر این پنس به طرف پایین باشه و دسته های اون به طرف بالا. و باز این نکته خیلی مهمی است که توجه به اصطلاح فراگیرا رو باید بهش جلب کرد. به این شکل استفاده میکنیم، کارامون رو انجام میدیم. حالا اگر این پنس آن استریل شد، به جایی برخورد کرد، آلوده شد، نباید بلافاصله اون رو بندازیم توی اون مایع شستشو دهنده. این رو کنار بگذارید. پانسمان که تمام شد بشورید، بخشکانید، سپس توی اون ماده آنتیسپتیک و ماده ضد عفونی کننده قوی اونو قرارش بدید. برای پانسمان امروز من اومدم و از یک ست پانسمان استفاده کردم، به این سبب که خواستم جزئیات بیشتری در ارتباط با بحث باز کردن ست ها شما ببینید و جزئیات رو خوب یاد بگیرید تا بتونید در اجرا در کلاس فرد موفقی باشید. چون میخوام این ست رو باز بکنم، پس اجازه بفرمایید که کیف کمک های اولیه رو به کناری بگذارم و از این محیط آزاد برای باز کردن ست خودم بهره بگیرم. شما لطف کنید یکم وسط تخت بیایید تا من از دستتون درد نکنه. متشکرم. یک رسیور یا لگن قلوه‌ای رو برای ریختن آشغال‌ها، ضایعاتی که در پانسمان به هر حال به دست میاد انتخاب کردم و این کنار میگذارم. ماده آنتیسپتیک قوی خودم رو یعنی بتادین رو حتما در کنار خودم قرار میدم و ست پانسمان رو حالا بازش میکنم. برای باز کردن ست پانسمان توجه داشته باشید. از گوشه این پارچه میگیرم و اون رو به آرامی باز میکنم. از گوشه اینور این پارچه میگیرم، باز اون رو باز میکنم. این گوشه تا خورده رو به سمت دیگه باز میکنم و از سطح خارجی این گوشه چهارم ست رو در جهت مخالف اون به این شکل باز میکنم. پیشتر یادآوری کرده بودم
برای انجام پانسمان ها حتما دستکش بپوشید، چون پوشیدن دستکش میتونه کامل کننده کار پانسمان شما باشه. منتها اجازه بفرمایید چون من باید خیلی از کارها رو با دستان خودم انجام بدم، فقط مانور این قضایا رو با عنایت به اینکه دستهام رو با آب و صابون شسته باشم اجرا کنم و تقدیم کنم خدمتون. خب اول محیط زخم رو آزاد کنید. یعنی اگر من میخوام این کف دست رو یا این پشت دست رو میخوام پانسمانش بکنم، حتما آستین رو کنار بزنید، منتها آستین رو لوله نکنید روی بازو که جریان خون عضو رو دچار مشکل بکنه. حالا فرض کنید که من میخوام کف دست رو یا پشت دست رو پانسمان کنم. چه کار میکنم؟ با احتیاط، چون دستکش استریل ندارم فعلا، با احتیاط پنسی رو که در داخل این ست استریل هست باید میدارم، منتها در نحوه برداشتن اون دقت میکنم که انگشتان من سایر سطوح استریل رو دچار اشکال نکنه. بعد یه مقدار پنبه رو که به شکل گلوله شده هست برمیدارم. این پنبه رو چون استریل کردیم اشکالی نداره که ازش برای شستشو و ضد عفونی کردن پوست سالم بهره بگیریم، ولی از پنبه های معمولی که الان توی کیسه های پلاستیکیشون هستن برای زخم نباید استفاده کرد. دقت بفرمایید، من برای استفاده از بتادین رو به روی این پنبه میریزم اینجور. خب با حالا برای انجام پانسمان این گونه عمل میکنم که عضوی رو که میخوام پانسمان بشه، اگر فرض کنید که این وسط این قسمت الان زخمی هست، الان من اول با بتادین دور محل زخم رو به شکل حرکات دورانی دور شونده شروع به شستشو و ضد عفونی میکنم. مربی عزیز، این نکته رو باید خوب بفهمونید به فراگیران که وقتی با بتادین میخواید زخمی رو پانسمان کنید، اولا از دور زخم شروع کنید. نکته دوم این که حتما تا میتونید از مرکز زخم دور بشید. هرچه این دور شدن بیشتر باشه نتیجه کار شما بهتر خواهد بود. بعد این رو به عنوان یک پنبه‌ای که دیگه به درد من نمیخوره دور میندازم، روی پنبه بعدی باز بتادین میریزم و این بار بتادین رو از یک طرف زخم به طرف دیگر زخم میکشم به این شکل. حالا اگر این پنبه کثیف شد، این پنبه کافی نبود، دیگه حق ندارم این رو با پوست و زخم و همه با هم اینجوری شستشو بدم. باز پنبه بعدی و شستشوی بعدی. من تا اینجا شستشو دادم، ضد عفونی کردم و حدود 75% از راه پانسمان رو طی کردم. باقی میمونه این که در روی محل پانسمان یک پوشش استریل بگذارم، یعنی یک گاز استریل. با گذاشتن گاز استریل بر روی محل زخم در واقع کار پانسمان ما تمام شد. حالا اگه دوست من بیاد و دستش رو وارو کنه و پشت رو کنه، ببینید چه اتفاقی میفته. پانسمان میفته. این که ما در کمک های اولیه میگوییم بانداژ یعنی استفاده از باند و نتیجه کار این است که یک پانسمان رو میتونه باند محکم کنه. برای انجام این بانداژ من از یک باند متناسب با عرض محل مورد نیاز بانداژ استفاده میکنم. البته در کلاس بانداژ ها خدمتون باز توضیح خواهم داشت و خواهم گفت که باند در عرضهای مختلف هست، یعنی از عرض 1 سانتی متر و 2 سانتی متر تا حتی عرض 20 سانتی متر. این توجه رو امدادگر باید داشته باشه که متناسب با نوع نیازش از باند استفاده بکنه. خب من با این ست پانسمان دیگه کاری ندارم، چون این ست دیگه برای من قابل استفاده نیست، در واقع آن استریل شد. برای اینکه از هر ست پانسمان فقط برای یک بیمار باید استفاده کرد. حالا در انجام پانسمان نگاه کنید که چی کار میکنم. رول باند رو و حلقه باند رو باز میکنم. نکته‌ای که شما به فراگیر باید خوب بفهمانید این است که این رول و این حلقه باند باید به طرف بالا باشه که با انگشت شست به هر حال اتفاقی است که گاهی اوقات در حین اجرای برنامه ها پیش میاد و برای شما هم ممکنه در کلاس همین امر اتفاق بیفته. اصلا مهم نیست، یعنی یک واکنش منفی از خودتون نشون ندید و این رو به عنوان یک نقطه ضعف عنوان نکنید که
فراگیر رو با اشکال فکری مواجه کنید. داشتم عرض میکردم که رول باند رو به این شکل به دستمون میگیریم. در کلاس بانداژ ها بیشتر توضیح خواهم داد خدمتون که حالا که من میخوام اینجا رو بانداژ بکنم، باید سر باند من از بین انگشت شست و روی انگشتان دیگه عبور بکنه، یک بار در کف دست یک حرکت داشته باشم و بعد از روی محل زخم عبور میکنم، به دور ساعد میام. یادتون باشه که هر وقت اینجوری خواستید بانداژ بکنید از قاعده 8 انگلیسی استفاده میکنید و بانداژ رو ادامه میدید. بانداژ من با این مقدار مصرف باند کافی است و در واقع دیگه بیشتر از این من احتیاج به باند ندارم. اضافه این باند قطع میشه و به کمک یک لوکوپلاست، همون چسبی که گفتم در خاتمه پانسمان ها ازش استفاده میشه، میام و زخم رو بانداژش رو کامل میکنم. سرعت عمل در عملیات امدادی و جایی که واقعا یک حادثه رخ داده بسیار بسیار نکته مهمی است. یک پانسمان خشک و ساده‌ای بود که روی یک زخم انجام دادم. شما به فراگیرا باید بفرمایید، چون اونها ممکنه در رفتارهای سنتی خودشون مرتکب این خطاها بشن. از پودر آنتیبیوتیک روی زخم‌های خونریزیدار و تازه استفاده نکنن. اونها باید بدونن در روی زخم‌های تازه‌ای که الان خونریزی داره از پمادهای چرب نباید استفاده کرد. اونها باید بدونن که روی زخم‌های تازه‌ای که خونریزی داره پنبه رو نباید بگذارن. و اگر این جزئیات ظریف رو بتونید به اونها بفهمانید، در روند کار پانسمان فرد موفقی خواهند بود. پایان بخش عرض من در ارتباط است با استفاده از یک وسیله تحت عنوان پانسمان آماده یا تنسوپلاست. وسیله‌ای که در جیب اکثر افراد، در کیف اکثر افراد پیدا میشه و از اون برای پانسمان زخم‌های ظریف استفاده میکنن. لازم به ذکر هست که تنسوپلاست رو به فراگیرا بفهمانید که این قدرت ضد عفونی کنندگی زخم نداره. تنسوپلاست تشکیل شده از یک قطعه چسب کوچولو و یک مقدار چسب. این گاز استریل و این چسب توأم شدن با هم و روی زخم کوچولو رو پوشش میدن. برای استفاده از تنسوپلاست اولا باید محل زخم رو حتما ضد عفونی کنید. مثلا اگر روی پیشانی، روی دست، روی انگشت و هر جایی مانند این هست رو ابتدا اول باید بتادین بزنید. بعد از اینکه بتادین زدید، حالا این تنسوپلاست رو میچسبونید. برای استفاده از تنسوپلاست به جلد تنسوپلاست نگاه کنید. فلش هایی که در این رو زده شده، اینها معرف این است که تنسوپلاست رو باید از اینجا باز کرد. من این دو لبه پوشش روی تنسوپلاست رو میگیرم و حالا خود تنسوپلاست رو از درون جلدش خارج میکنم. باز تمنا میکنم که دقت بفرمایید. تنسوپلاست رو کاملا خم میکنید. یک پوشش پلاستیکی بسیار ظریفی از روی گاز استریل بالا میاد. بدون اینکه انگشت من به اون گاز استریل بخوره، این تنسوپلاست رو به این شکل میگیرید. در طرف مقابل هم میبینید که این لایه برداشته میشه خود به خود. اینجور این دو لایه رو از هم جدا میکنید. حالا گاز استریل پیدا شد. با پیدا شدن گاز استریل اون رو روی زخم میبرید و حالا میچسبانید. من فرض میکنم که روی انگشت دوستم بخوام تنسوپلاست رو بچسبونم. پس قبلا و پیشاپیش محیط زخم رو با مقداری بتادین ضد عفونی کردم و به دنبال اون حالا میخوام این تنسوپلاست رو استفاده بکنم. این نکته رو به این سبب عرض کردم که با باز کردن گاز استریل دست شما به گاز استریل نباید بخوره. این یک مطلب. و مطلب دومی که در انگشتان یادتون باشه که تنسوپلاست رو حلقوی بچه ها نچسبونن. حالا در بزرگترها متوجه میشن، ممکنه که واکنش نشون بدن، ولی بچه اگر تنسوپلاست رو به شکل حلقوی بچسبونن به این شکل، این احتمال وجود داره که خب به هر حال جریان خون و عضو دچار اشکال بشه. به دوستانمون یاد بدید که حتما تنسوپلاست رو در انگشتان به شکل مارپیچ
و مورب بچسبونن به این ترتیب. این شکلی تنسوپلاست چسباندن دیگه باعث میشه که زخم موجب جریان بسیار کند شدن جریان خون عضو انگشت نشه. اگه این پانسمان به تنهایی کافی نبود، پایان بخش عرض من استفاده از یک باند با عرض کم برای انگشت هست. اگه خواستید برای محکم شدن این پانسمان از باند استفاده کنید، باند کم عرض متناسب با انگشت رو به این شکل یک بار روی انگشت ببرید، دوباره برگردید و بعد از انتهای عضو به طرف ابتدا، یعنی از انتهای انگشت به طرف پایین انگشت به کمک این بانداژ رو هدایت کنید به طرف پایین تا پانسمان شما در واقع محکم نگاه داشته بشه. نکته آخری که باز بد نمیدونم که حالا در خصوص اون ذکر خیر کنم اینه که باز دو اشکال ممکن اینجا به وجود بیاد. یکی این که بعضی بیان این باند به این شکل از وسط نصفش کنن و بعد اون رو در تنه انگشت گره بزنن که این کار خطرناکه، چون میتونه جریان خون انگشت رو دچار اشکال بکنه و اگر قرار شد که چسب هم بزنیم، باز این چسب رو باید به شکل حلقوی بزنیم. خب امیدوار هستم که با دیدن این برنامه هم با جزئیاتی از بحث پانسمان آشنا شده باشید. هرچند که اعتقاد دارم شما مربی عزیز باید تلاش کنید و در کلاس‌های عملی حضور پیدا کنید تا با توان بیشتری ارائه تدریس کنید. اجازه بفرمایید شما رو به خدا بسپارم تا برنامه بعد و دیداری مجدد.